ای بندگان خداوند، این جهان سرای ناپایداری و سختی و دگرگونی و پندگیری است. از نشانه‌های ناپایداری دنیا این است که کمانش را ذهن نهاده و کشیده است و تیرش خطا نمی کند و زخمش بهبود نمی یابد. زنده را به تیر مرگ و تندرست را با بیماری و رهیده را با گمگشتگی از پای می افکند. خورنده‌ای سیری ناپذیر است و آشامنده‌ای است که سیراب نمی شود. از سختی‌های دنیا این است که چه بسا آدمی ثروتی فراهم می آورد که نخواهد خورد و سرایی می سازد که در آن نخواهد زیست. آنگاه به سوی خداوند فرابرتر که اوست می رود، بیان که با خود مالی بردارد یا خانه‌ای همراه برد. از دگرگونی‌های این جهان یکی این است که به کسی که روزی مورد ترحم بوده اینک ربطه میبرند و به کسی که روزی ربطه میبردند اینک ترحم میکنند و این جز بدین سبب نیست که نعمتی از میان رفته و سختی فرود آمده.